درود بر همگی. مینا صادقلو هستم، مربی یوگا و مدیتیشن. خوشحالم که یک روز دیگه، یک بار دیگه روی مت یوگا قرار گرفتیم و با هم می‌خوایم یک کلاس یوگا رو تجربه کنیم. امروز تمریناتی که می‌خوایم بریم برای تقویت عضلات کور هستش. عضلات کور، عضلات شکم، کمر با هم میشه عضلات کور که روش می‌خوایم کار کنیم. از ایستاده می‌خوایم شروع کنیم. امروز تمرینات رو لطفاً توی وضعیت ایستادن صحیح قرار بگیرید. تمام تکنیک‌های ایستادن رو تو بدن بسازید. پنجه پاها رو به رو، وزن رو روی 3 نقطه کف پا تقسیم کنید. شونه‌ها رو رول کن عقب و پایین. سر و گردن برای لحظاتی چشم‌هاتو با آرامش روی هم بگذار. ذهنت رو به این لحظه بیار، به فضای کلاس. عضلات صورت با لبخند آرام، سر در راستای ستون مهره ها. تکنیک های ایستادن صحیح رو تو بدنت مرور کن و هر جایی که احساس میکنی هنوز تکنیک رو توش نساختی یا انقباضی توش داری رو با نفسات آرام کن. حالا برای لحظاتی توجه تو بیار به نفسات. توجه کن ببین نفساتو کجا حس میکنی. هر جایی که هست تغییرش نده. حالا شکم، سینه است، مجروحهای بینیته. که چند لحظه ای نفست رو هر جا که هست دنبال کن. به نحوه نفس کشیدن توجه کن. ببین این نفس هایی که بهش متوجه شدی چگونه است؟ آرامه یا تند؟ نفسات صدا داره یا بی صداست؟ عمیق نفس میکشی یا سطحی نفس میکشی؟ هر چقدر به نفسات آگاه تر میشی، نفسات آرامتر، عمیقتر و یک نواختر میشه. ذهن متمرکزتر میشه روی نفس. حالا میخوام با هم چند تا نفس عمیق بگیریم. احساس کن از کف پاهات داری دم میگیری، نفس میگیری، میاری تا فضای تاج سرت. پس تمام بدنتو از پایین به طور ذهنی پر کن با نفس. دم، مکس، بازدم، دوباره برگردون. از همین مسیری که حسش کردی احساس کن از کف پات داری بیرون میریزی. دوباره دم بگیر. از کف پاها دم رو بیار تا تاج سر. مکس، بازدم، عمیق و طولانی از تاج سر. با ذهنت عبور بده، ببر تا کف پا به عمق زمین. بازدمت رو رها کن. یک دور دیگه تکرار میکنیم. دم بگیر. تو کل بدنت یه هوای تازه، یه نیروی تازه رو وارد کن تا تاج سر. بازدم. خستگی، ناآرامی ها رو با بازدم از بدنت بیرون بریز. و با لبخند چشمهاتو باز کن. دستاتو بکش به سمت بالا. دم بگیر، خوب کشش بده بدنت رو. با بازدم من برمیگردم به سمت مت. بازدم برو به سمت پایین. آروم با دم دستاتو بیار تا بالای زانو. بازدم زانوهاتو خم کن. دستاتو به سمت زمین شل کن. زانوهاتو حتما خم کن که میخواییم بدن رو گرم کنیم. یکم زانوها شل، شکم داخل، سر رها. که چند لحظه مکس کن. دوباره دم، دستاتو بیار به سمت بالا. کشش. بازدم، دستهاتو جلوی بدن نگه دار. یک بار دیگه تکرار میکنیم. دم، دستاتو ببر به سمت بالا. بازدم، از لگن خم شو به سمت پایین. دستاتو بکش بیار تا بالای زانو. دم.
بازدم. زانوهاتو خم کن، شل سر رها، دستاتو شل کن، سر و گردنتو بذار از تنه کشیده شه بیرون. حتما زانوهاتو خم کن که به کمرت فشار نیاد. دوباره بیا به سمت بالا، دم، چرخش به سمت بالا، بازدم جلوی بدن. یه بار دیگه تکرار کن. دم، بیا به سمت بالا، بازدم، خمش ترسی لگن، دم، دست تا بالای زانو، پشت صاف، شکم تو، بازدم. زانوهاتو خم کن، آروم خودتو کمی به راست و چپ حرکت بده. میتونی دستاتو رول کنی توی هم و پهلواتم خوب بکشی. یکم از لگن خودتو به راست و چپ حرکت بده. زانوت خمه، آروم وسط قرار بگیر، دستاتو آزاد کن، بذار روی زمین، قد بالا تنتو بلند کن و از همینجا بازدم شکم رو به ران نزدیک کن. دستات میتونه پشت پات بره، میتونی کنار بدنت بذاری و بدن رو خوب بکشی به سمت پایین. اینجا زانوهاتو میتونی خم نگه داری. دوباره بالا تنتو بلند کن، پای راستتو یه قدم بزرگ ببر عقب، سینه‌تو باز نگه دار، شونه‌هاتو از گوش دور کن، وضعیت دونده رو بساز برای خودت. پای پشتتو تنظیم کن، قدرت پاتو حس کن، بیا به سمت بالا، قهرمان 1 یا وی رو باید راستان A. میتونی دستاتو باز نگه داری، میتونی به هم برسونی، هر جوری که احساس میکنی بدنت دوست داره تو حرکت بمونه. نفس جاری نگه دار، کشش تا زیر شکم، پهلوات خوب حس میشه. دم و بازدم، اینجا خم به عقب کمی داری ولی سرتو نمیکشی عقب، هر جایی که بازوات سرت همونجا باشه. 3 4 نفس آروم خودتو بکش به سمت جلو، بازوها کنار گوش. نفس 2 3 4 5 دستاتو بذار روی زمین، پای چپتو ببر عقب، برو توی خطکش یا کومباکا. مکس داریم. پاشنهات عمود، شکم، کمرتو خوب نگه دار، کتفات کمی به هم نزدیک شده. میخوایم اینجا شروع کنیم تک تک پا رو بیاریم توی شکم. 1 2 3 4 5 6 برو 7 8 9 10 عالیه. مکس. از همینجا بیا زانوهاتو بذار روی زمین برای بوجانگ نیمه. سینه‌تو باز کن، چانه جلو، نگاه بالا، برو پایین. با یه دم بیا بوجانگ کامل. سینه‌تو باز کن، با بازدم به پیچ به چپ، از بالای شانه به پاشنه چپ. بیا وسط دم، بازدم به پاشنه راستت نگاه کن، پیچو تو عضلات شکمت خوب حس کن. بیا وسط، تبدیلش کن به آدموکاشوان، سگ سرپایین. یه بازدم عمیق انجام بده، پای راستتو ببر بالا، خوب کشش بده، تنه رو بکش داخل، نگهدار. 3 4 5 زانوتا خم کن، پا رو بیار بذار بین دست ها، سینه‌تو باز کن، نگاهت به جلو، دستتو بذار دست چپت، دست راستتو بکش به سمت بالا، پیچ. نفس 2 3 4 5 دست راست و پای چپتو بیار کنار پای راست. دم، قد بالا تنه، بازدم، شکم به ران، بدنو بیشتر بکش پایین. پا بدنت داره گرم میشه، میتونی بیشتر بری پایین. دوباره دم، قد بالا تنتو بلند کن، بازدم. این بار پای چپتو یه قدم بزرگ ببر عقب، سینه‌تو باز کن،
دستاتو بکش به سمت بالا. وضعیت ویرابهادراسانا A. نشسته از لگن. نفس 1. دم و باز دم 2. دم و باز دم 3. 4. 5. دم بگیر. بازدم از لگن خم شو. سر بین بازوها. 2. 3. 4. 5. بازدم. دستاتو بذار. سینت باز. پای راست رو ببر عقب. کومباکا مکس. نفس. 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 شروع میکنی به تک تک پا رو بیار توی شکم یا انگار میخوای به بازوت برسونی. 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 6. 6. 7. 7. 8. 8. 9. 9. 10. 10. عالیه. بمون تو کومباکا. برو توی بوجانگ نیمه. بازدم برو پایین. جای دستاتو کمی تغییر بده برای بوجانگ کامل. سینه‌تو باز کن. نفس. دوباره بپیچ به چپ. این بار پیچتو عمیق تر حس کن. بیا وسط دم. بازدم به راست. پیچتو عمیق حس کن. بیا وسط. پنجاهاتو بذار. تبدیلش کن به آدموکاشوان سگ سرپایین. مکس کن. بازدم هاتو عمیق و طولانی بیرون بده. پای چپتو ببر بالا. وضعیت تریلگنداک. تنو بکش داخل. لگنت اینجا حواست باشه نچرخه. نگهدار. نفس. نفس. زانو خم. بیار بذار بین دست‌هات. سینه‌تو باز کن. نگاه به جلو. دست راست بمونه. دست چپو بکش به سمت بالا. نفس 2. دم و بازدم 3. 4. 5. بازدم. دست چپ و پای راستتو بیار کنار پای چپ. دم قد بالا تنه. بازدم شکم بران. زانوهاتو خم کن. اینجا وزن رو بنداز روی پاشنه پاهات. میخوام بیای برای اوتکاتاسانا چیر پوز. دستاتو بکش به سمت جلو. کمرتو گود نکن. لگن بیرون نزنه. نگهدار. 1. 2. 3. 4. 5. آروم با فشار پاشنه بیا بالا. دم. بازدم. دست رو آزاد کن. به احساس بدنت توجه کن. ببین نفس‌هات، ضرباهنگ نفس‌هات، ضرباهنگ ضربان قلبت رو بهش فرصت بده آرام بشه. انرژی و حرارتی رو که تو بدنت آزاد شده بهش توجه کن. ببین چقدر این انرژی رو حس می‌کنی. لبخندت رو روی لب‌هات پررنگ کن. اخم نداشته باش و با آرامش برگرد به تمرین. خب همینطوری که ایستادی ایست رو صحیح، ایست صحیح رو بساز. پای راستت رو پا تا عرض لگن کمتر باز نگه دار. پای راستت رو بذار از پشت بدنت. دستاتو ببر به سمت بالا. دست چپ راست رو بگیره. اول به پهلوی راست بچرخ. حالا میخوام یه کوچولو خودتو بکشی به عقب. از کتف خم به عقب بریم. نفس جاری. نگه دار. 3. 4 و 5. آروم با دم بیا وسط. بازدم. دست رو آزاد کن. یه دم بازدم انجام بده. میریم سراغ سمت چپ. پای چپت رو بذار بیرون. لگن رو به روی نزار بچرخه. دم و دست راست چپ رو بگیره. خم به پهلو. نفس جاری. نگهدار. 1. خم به عقبتم برو. 2. 3. 4. 5. دم بیا وسط. بازدم. دست و پا رو آزاد کن. به پهلوها توجه کن. به پیچی که تو کششی که تو بدنت ایجاد کردی و دوباره برگرد به تمرین.
دوباره میرم رو به مد. دم دستاتو ببر به سمت بالا، بازدم از لگن خم شو به سمت پایین. دم قد بالا تنتو بلند کن، بازدم شکمت رو به ران نزدیک تر کن. اینجا دیگه بدنت خوب گرمه، میتونی بری به سمت پایین و سر رو رها کنی. شکم داخل، شونهات از گوش دور. احساس کن بالا تنت مثل یه کش داره کشیده میشه به سمت پایین. یه مکس. آروم دستاتو بذار جلوی بدن. از همینجا پای راست عقب، پای چپ عقب تبدیلش کن به کمباکا خطکش و دوباره میخوایم پا رو تو شکم بیاریم. 1 2 ادامه بده. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 برو 10 تا دیگه. 10 9 عالی میتونی. 8 7 6 5 مایشای شکمتو حس کن. 4 3 2 1 برو پایین. بوجنگ نیمه. برو پایین. یه بازدم برای بوجنگ کامل. بیا بالا. سینه‌تو باز کن. نفس. پنجه‌تو بذار روی زمین. کمباکا. برو توی آدموکاشوان سگ سرپایین. بازدم‌هاتو عمیق و طولانی کن. احساس بدنت رو ببین، به خصوص مایش‌های شکم، کمر. زانوتو بذار روی زمین. توی وضعیت کت پوز قرار بگیر. گلوتو نرم نگه دار، صورتت ریلکس باشه. خب جای دست و پاتو درست کن. دم بگیر، بدنتو باز کن. بازدم پشت رو خوب گرد کن. دم بیا وسط. با بازدم زانوهاتو بلند کن. پاشنتو بکش عقب. دقت کن زانوتو خیلی بالا نیاری، اینجا کافیه و نگه دار. 1 2 3 4 5 6 7 8 سرت نیفته، نگاهت رو به رو باشه، جلوی متت باشه در واقع. 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 20 بذار رو زمین و پاهاتو باز کن. برو توی سجده. دستاتو بکش پیشانی یا چانه روی زمین. دستاتو شل کن. میتونی یه سمت صورتتو رو زمین بذاری و ریلکس. یه چند لحظه بذار بدنت استراحت بکنه، آرامش تو بدنت جاری بشه. اگه یک سمت صورتت رو زمینه، بلند کن، جهتش رو تغییر بده، سمت دیگه صورت رو زمین بذار. آروم از همونجا آروم پشت گرد بیا بالا و بشین. دستاتو ماساژ بده، گرما و انرژی دستاتو آزاد کن. حسش که کردی بذار روی پلکات و فرصت بده این گرما و انرژی جذب کره چشم، حدقه چشمت بشه. پلکاتو چند بار توی کاپ دست باز و بسته کن. با آرامش برگرد به تمرین. امیدوارم که خسته نشده باشید، خوب باشید. میریم برای ادامه تمرین. از همینجا پاهاتو جمع کن، دوباره بیا توی کت پوز قرار بگیر. خب میخوام که تو کت پوز که هستی کف دستاتو یک کف دست ببر جلوتر و آرنج هاتو بذار روی زمین. تو اینجا میتونی دستات هم اینجا اینجوری بمونه، میتونی دستات هم توی هم مشت کنی، چون تمرین گفتیم برای عضلات کور هستش
و میخوایم روی شکم کار کنیم، یکم شاید اینجا سختت باشه، میتونی دست قدرتیه، میتونی دستاتو به این حالت نگه داری. پنجه پاهاتو بذار روی زمین و من هر جفتشو میرم که ببینیم میشه هر جفتشو رفت. از همینجا پای راستتو باز کن و پای چپت رو هم باز کن. توی وضعیت نیمه خط کش قرار میگیریم. اینجا دم میگیرم، با بازدم لگن رو میکشم به سمت بالا، میرم توی شیشولاسان یا دلفین، دوباره دم، بعدم میاد جلو، بازدم، تکرار میکنیم. دم، بازدم، 3 4 5 6 7 8. بدن تو خوب از قسمت سینه بیار جلوی دست ها. 9 عالی. 10. من 10 تا دیگه میرم. شما هر وقت احساس کردی خسته ای زانوتو بذار زمین، یه استراحت. دوباره 7 8 6. ببخشید اشتباه شمردم. 5 4 3 2 عالیه. 1. میخوام نگه داری اینجا که اگه دستت به هم ریخته، حالا با پات یکم قدم بزن، پاشنهاتو به زمین برسون و نگه دار. مایچای شکمت داخل. اگر پاشنت به زمین نرسیده اشکال نداره، همونجا نگهش دار. 3 4 5 6 7 8 9 10. زانوتو بذار زمین، دستاتو شل کن، برو توی سجده. یه لحظه کتف و شانه‌تو شل کن و باز فرصت بده بدنت آرام بشه. کتف و شانه‌ت بیشتر اشکالی نداره، کار شده بیشتر از اون چیزی که بیشتر تو کتف و شانه حس کردی. بسات که آروم شد، دوباره آروم پشت گرد بیا بالا و بشین. به بدن توجه کن، یکم فرصت بده آروم تر بشه. از همینجا روی لگن راست بشین و پاهاتو باز کن جلوی بدنت. میخوام که آروم از همینجا بخوابی روی شکم. حالا این تمرینات، این بخشایش برای کسی که مشکلات کمر داره خوب نیست. اگر مشکل کمر داری این تمرین رو انجام نمیدی. خب میخوابی روی پشت، دستاتو بکش به سمت بالا. اینجا دم میگیرم، آروم میام به سمت بالا، میرم به سمت پایین. اینجا وقت میتونی زانوهاتو حتی خم کنی. میخوام اینو چند بار تکرار کنیم. از شکم کمک میگیریم، میاییم پایین، میرم به سمت بالا، بازدم. تکرارش کن حداقل 7 بار. من 2 تا دیگه دارم برم. عالی. یه مکس کن وقتی رفتی پایین. آروم بیا به سمت بالا و بخواب روی زمین. باز مایچای شکمت رو خوب ریلکس کن. دستاتو بذار زیر سر، کف پاهاتو بذار رو زمین. اول کمرتو بذار خوب رو زمین پر بشه و خستگی کمرت گرفته بشه.
گلوتو نرم نگه دار. حالا پاهاتو بیار توی شکم، بعد تو زاویه 90 نگهش دار. اول پاها رو تک تک. پای راست پنجه، پای چپ. بازدم. دم میاد بالا، بازدم. سعی کن با نفس اول همراهش کنی. راست، دم، بازدم، چپ. راست، چپ. راست، چپ. راست، چپ. مایچه‌های شکم تو ببین چقدر داری حس میکنی. هر چقدر پا رو دورتر ببری مایچه شکم رو، عضلات زیر شکمتو بیشتر حس میکنی. یه بار دیگه با چپ. عالی. حالا جفت پا رو با هم بیار. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. عالیه. 10. ثابت نگه دار. اگه خسته شدی ریلکس میکنی، حتی میذاری روی زمین. اما اگر نه دوست داری سریالی انجام بدی، تو اینجا نگه میداری. حالا دم بگیر پایین، نفستو پر کن. با بازدم از خط کتف میای بالا. آرنج راست به زانوی چپ، پای راست باز میشه. 1 2 3 4 5 6 7 8. مایچه‌هاتو خوب حس کن. 8 9 10. برو پایین، ریلکس و خوب بذار بدنت آرام شه. مایچه‌هاتو خوب فکر میکنم حس کردی. بهشون توجه کن. هر جایی که احساس میکنین خیلی ضعف کرده، ذهنتو ببر به اون فضا و از اون فضا نفس بکش. چند تا دم و بازدم انجام بده تا عضلات شکمت ریلکس بشه. یه بازدم عمیق. اینو میخوایم یه ست دیگه بریم. پس دوباره کمرتو پر کن. پاهاتو تو شکم، بیشتر کمر آزاد میشه، رو زمین پهن میشه. زانوها تو زاویه 90. دم بگیر. دقت کن که از کتف بیایی بالا، تو گردنت فشار نیست. دم، بازدم جاری. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. برو پایین، ریلکس. مایچه‌های شکم رو خوب حس کن. دستاتو آزاد کن. فقط اجازه بده بدنت آرام باشه. آب دهان رو قورت بده. گلوتو نرم کن. صورتتو ریلکس نگه دار. کامل فرصت بده خستگی ها از بدنت بیرون بریزه. خوب که خستگی بدنتو گرفتی، دوباره کف پاهاتو رو زمین اگر نیز بذار و توی شکم جمع کن. عمود بر بدنت باز کن. دستاتو میتونی زیر سر قلاب کنی. اگه دوست داری بدنو باز به چالش بکشی، میتونی آزاد نگه داری. اگر احیانا دیدی که کمرت خیلی توش فشاره، دستاتو یکم از زیر باسنت بیار اینجا نگه دار که بتونی کمرت رو ساپورت کنی. کسی که گودی کمر زیادی داشته باشه یکم تو کمرش فشار میفته. خب میخوام جفت با هم شروع کنید با کف پات تو فضا دایره بکشی. 1
کمرتو دقت کن، گودی کمرت رو زمینه. 2. پس دامنه حرکتی تو طوری انتخاب کن که کمرت هی بلند نشه بیاد پایین. 5. دور از همین جهت خوب چرخش بده. عالیه. باز ماهیچه‌های شکم فعاله که پامو صاف و کشیده نگه داشتم. برعکسش کن. با نفست همراه کن تا حرکت برات هم آسوده میشه، همین که حرکت اثرش بیشتره. تمام که شد، ثابت. حالا از هم دورش کن و با کف پات تو فضا تک تک دایره بکش. عالیه. دقت کن کمرت باز رو زمینه. با نفست همراه کن. عالی. برعکسش کن. چرخش و مفصل رانت هم حس کن. روی رانت هم درگیره. عالی. 2 تا دیگه برو. 7 بشه. و پا رو جمع کن توی شکم. بذار روی زمین. بازی استراحت بده به ماهیچه‌های شکمت، کمرت. بعد از هر تمرین کامل بدنت رو رها کن. فرصت بده خستگی ها بیرون بریزه. هر جا احساس کردی خسته شده با نفست آرامش کن. گلوتو نرم کن و با یه دم و بازدم برگرد به تمرین. کف پاهاتو بذار روی زمین. دستاتو باز زیر سر میتونی قلاب کنی. جفت پاهاتو جمع کن توی شکم. بازش کن به سمت سقف. جمعش کن. بذار روی زمین. دم. بازدم. دم. بازدم. دم. بازدم. یکی دیگه. دم و بازدم. پا رو جمع کن تو شکم. دستاتو در بیار از زیر سر. یکم اله کلنگ گهواره بزن و میخوام که تبدیلش کنی به اله کلنگ. با یه اله کلنگ دستاتو بذار پشت ران که راحت بگی و دستاتو باز کن. نگه دار. 3 4 5 6 7. حالا اینجا با دم دستاتو ببر بالا. پاهاتو باز کن. بازدم. پاهاتو بیار توی شکم. دم. بازدم. دم. بازدم. دم. بازدم. دم. بازدم. 2 تا دیگه برو. دم. بازدم. یکی دیگه. نگه دار. 3 4 5. برو پایین. نگه دار. 3 4 5. بیا بالا. دوباره برو پایین. بازدم. دم. بازدم. دم. بازدم. دم. بازدم. دم. بازدم. یکی دیگه. نگه دار. 3 4. لبخند فراموش نشه. 5 6 7. ریلکس. بدنتو خوب رها کن. باز توجه کن به ماهیچه‌های شکم، به اون ضرب آهنگ نفس‌هات. ببین چقدر تغییر کرده. نفس‌هات تند شده. انرژی که تو بدنت آزاد شده. ببین چطور این انرژی رو حس می‌کنی. یه دم عمیق بگیر و یه بازدم عمیق و طولانی رو جاری کن. کف پاهاتو بذار روی زمین. پای راستتو بذار روی پای چپ. زانوشو دور نگه دار. دستاتو صلیب کن. دم بگیر با بازدم. پاها رو ببر به راست. نگاه به چپ.
بیا وسط دم، بازدم، پاها به چپ، نگاه به راست. بیا وسط. اینو میتونی تعداد بیشتر نفس بمونی. پای راست رو آزاد کن، پای چپ زانوشو دور نگه دار در تا حدی که لگنت رو زمین بمونه، تقارن لگنت به هم نریزه. دم بگیر، بازدم از چپ شروع کن، پاها به چپ، نگاه به راست. بیا وسط دم، بازدم، پاها به راست، نگاه به چپ. بیا وسط، بازدم، پای چپ رو آزاد کن. یه لحظه به احساسی که اثر تمرین پیچ تو بدنت ایجاد کرده توجه کن. پیچ ها هم داره روی عضلات مورب شکمی داخلی همه کار میکنه، حسشون کن. آب دهان رو قورت بده، گلوتو نرم کن و با آرامش برگرد به تمرین. دوباره کف پاهاتو رو زمین بذار، دستاتو باز کن همچنان سلیل، پاهاتو تو شکم، یکم پاهاتو به راست و چپ حرکت بده. سرت ثابت باشه، اول کامل به راست، وسط و چپ. این کار کمک میکنه اگر تنشی توی کمر بوده همه عضلات آزاد بشه. با راست شروع کردی، با چپ میخوام تمومش کنی. وسط قرار بگیر، دستاتو بیار کنار بدنت، به عضلات کف لگنت آگاه شو. پاهات خیلی دور نباشه، با یه دم لگن رو مهره به مهره بیار بالا و تا جایی که میتونی نگه دار. دستاتو رول کن زیر بدنت، سینه رو باز کن، وزن میفته رو شانه ها و کتف هات. سعی کن کف پاهاتو رو زمین بذاری. اگر احساس کردی نمیتونی اشکالی نداره پاشنت بالا باشه، ولی سعی کن عضلات رانو بیشتر بکشی، نگه داری. نفس هات شکمیه، میخوام 5 تا نفس شکمی بمونی. وقتی دم میگیری حرکت شکم به سمت جلو رو خوب حس کن. بازدم، حرکت شکم به سمت کمر. زانوهاتو نذار از هم دور شه. پنج نفس تموم شد. آروم مهره به مهره دستاتو آزاد کن، بیا پایین. کمر که رسید، لگن، پاها رو تو شکم جمع کن. خودتو بغل کن. یه دم بگیر، بازدم از کتف بیا بالا. چانه، شونه ها ریلکس، گردن ریلکس. نفستو جاری نگه دار. آروم برگرد. پا رو بذار روی زمین، سر بده، دستاتو بکش بالای سر. همینجا کشش که میدی مچ دست ها، مچ پاها، انگشتای پا رو خوب چرخش بده. برعکسش کن. آروم دستاتو بیار، رها کن، چشمهاتو با آرامش روی هم قرار بده. پاهاتو به طرف این شل کن و فقط اجازه بده بدنت رها بشه. مچ پا تا سر انگشتای پاتو شل کن، ساق تا زانو، ران تا سزای لگن. اجازه بده بخش پایینی تن خوب به طرف به سمت زمین شل بشه. انگشتای دست تا مچ رو شل کن. پشت دستاتو به زمین، کف دستها به آسمان. ساعد آرنج رو رها کن. بازو، سرشانه ها رو شل کن.
سنگینی کتف‌ها و شانه‌ها رو به زمین بسپار. آرامش رو در تمام عضلات پشت تنه جاری کن. آرامش رو در فضای شکم، تمام قفسه سینه جاری کن. گودی زیر گلو نرم، فضای صورت ریلکس. پیشانی باز، شقیقه ها نرم. فضای درون سر خنک و آروم. آرامش از تاج سر تا سر انگشتان هر دو پا. از انگشتان هر دو پا تا تاج سر. برای لحظاتی در این آرامش سکوت و سکون آرام و رها باش. رها باش از همه چیز. کم کم توجه تو برگردون به جسمت. انگشتای دست و پاتو حرکت بده. سرتو آروم به راست و چپ ببر. آرنج هاتو خم و صاف کن. زانوهاتو جمع و باز کن. خوب که آماده شدی، بیدار شدی و دستاتو بکش. یک کشش طولی با بازدم. کف پاها خودتو در آغوش بگیر. لبخندت رو پررنگ کن همینجا که خودتو در آغوش گرفتی. گهوارت رو کمی نرم بی صدا به حرکت در بیار و آروم به پهلوی راست بچرخ و با لبخند به حالت نشسته قرار بگیر. سپاسگزار هستیم برای امروز که فرصت یک روز دیگه از زندگی رو داریم و اینکه میتونیم روزمون رو به زیبایی برای خودمون بسازیم و با خودمون تکرار میکنیم من در این لحظه لبریز از آرامش، انرژی های مثبت، انگیزه و عشق هستم. خداوندا سپاسگزارم. دستتو خوب به هم ماساژ بده. گرما و انرژی دستت رو که خوب احساس کردی روی کل صورت قرار بده. با یه نفس عمیق این گرما و عشق رو به جای جای سلول های بدنت بفرست و با یک بازدم لبخندی به روی زندگی چشم ها رو با آرامش و لبخند باز کن. دوستان پرتوان باشید. ممنون از این که با من همراه بودید.